یکی نیست به یه خداتون بگه من چیکارش دارم که باید این همه درد بکشم. پدرم که گذاشت رو رفت، معلولیت روانش 60 سالی که دارم، حتی خودم هم نمیتونم نفس بکشم. 22 سال منتظر همه این جوابا بودم تا بالاخره یونگ پدر روانشناسی دنیا جواب همه سوالامو داد. یونگ میگه خداوند از طریق سختی ها ما را شکل میدهد و درد ابزاری برای قوی‌تر شدن روح ما. یعنی اگه الان داری سختی میکشی، دلیلش این نیست که خدا دوست نداره، خدا به فکر رشد و قوی‌تر شدنتونه. قربونت. یکی فلج به دنیا میاد، چون که کور به دنیا میاد، یکی چشم داره. یکی عقب افتاده به دنیا میاد، یکی خیلی باهوشه، تیزهوشه. یکی سالم به دنیا میاد، یکی با بیماری به دنیا میاد. این سوال پیش میاد که این چه عدالتیه؟ چرا اینجوریه؟ در صورت که بی‌عدالتی نیست، درسته. ما نمیدونیم نیاز هر روح فردیت یافته‌ای چیست و الان در چه مرحله‌ای از مسیر تکاملشه و الان به چه میزان رنج نیاز داره برای اینکه بتونه جهش کنه. رنج سوخت اصلی بیداری است. رنج سوخت اصلی جهش آگاهی است. همین الان شمایی که اینجا نشستین، همه ما در هر سطحی از آگاهی هستیم و هر میزان پختگی که داریم رو مدیون رنج ها هستیم. هیچ کس نیست که رنج نبرده باشه. هیچ انسانی نیست که کالبد درد نداشته باشه.